حق نداریم خودمون را بهتر از هیچ انسان دیگری بدانیم. فرضاً تا به حال هم گناه بزرگی مرتکب نشده باشیم، چه بسا بعداً در دام شیطان میفتیم مرتکب بشیم و چه بسا اون کسی ها که گناهکار میدونیم او از ما او توبه کنه و آمرزیده بشه. بنابراین باید همیشه آدم باز این حالت خوف و نگرانی را داشته باشه. یکی از نگرانی از حسن عاقبتی، که نکنه بعدها من مبتلا بشم به یک گناهی، به یک لغزشی، در یک دامی بیفتم که ابتدا خدا من توجه ندارد، بعد دیگه گرفتار میشم. اون مؤمنین ممتاز همیشه این نگرانی را در خودشون حفظ میکنه، حتی از کارهای خوب خودشون هم ترسناکن. بله مرور کنیم و بقیه شو بگذاریم برای جلسه بعد. فهم لانفسهم متهمون و من اعمالهم مشفقون. اینا همیشه خودشون را مورد اتهام قرار میدن. تو نهج البلاغه آمده که المؤمن یصبح و یمسی و نفسه عنده ظنون. مؤمن صبح و شام میکنه، یعنی صبح که به شب میاره نسبت به نفس خودش بدگمانه، میگه من با آدم بدی هستم، من در وظایفم کوتاهی کردم. شب میخوابه، صبح که بیدار میشه باز یصبح و نفسه عنده ظنون، نسبت به خودش بدگمانه. یعنی هیچ وقت اجازه نمیده که نفسش این خیال را بکنه که آدم خوبی هست یا بهتر از یک انسان دیگری هست. اون حالت سوء ظنی که نسبت به نفس داره، چون نفس منشأ شروره، ان النفس لاماره بالسوء، و این رو من دارم، منشأ این در من هست، یعنی میل به چیزهایی که انسان رو به گناه میکشونه، میلش در من هست. اگر این میل طغیان بکنه و خدای متعال دست من رو نگیره، شرایط فراهم نکنه، مبتلا میشم به نفس من نفس بدی. نسبت به نفس خودش آدم همیشه باید بدگمان